سلام رفقا، خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو اومدیم یه دونه استند دسته و هدست درست کنیم. اول نیاز داریم به یه دونه چوب بزرگ که برای پایه استفاده میشه و یه دونه چسب قطره‌ای و چند قطعه چوب دیگه. هر چوب بود مشکل نداره، ولی یک پایه محکم نیاز داریم. این پایه رو باید با هر وسیله بود سوراخ کنیم، چون این چوب که میخوایم اینجا بزنیم خوب چسبش بگیره و وقتی که این دوتا رو به هم چسب زدیم، این ور دیگه‌ش هم باید مثل همون سوراخ کنیم. بعدم یه قطعه چوب میچسبونیم، اینجا هم سوراخ میکنیم. وقتی اینو چسبوندیم، برای بهتر ایستادن دسته ها باید این گوشه چوبا رو ببریم. دسته به این خوبی اینجا قرار میگیره و دیگه لرزش ایجاد نمیکنه و نمیافته. و مثل همین قطعه چوبا باید بالاترش هم درست کنیم برای دسته دوم. همینطور که میبینید اینم درست کردیم و اینم از نتیجه کار. خب برای ایستادن هدست باید چوب از اینجا که علامت زدم برش بدیم. خب این چوب هم برش دادیم و یک قطعه چوب باید اینجا بذاریم برای بهتر ایستادن هدست. همونطور که میبینید چوبم گذاشتیم و گوشه‌هاشو باید ببریم اینطوری که به هدستمون آسیب نزنه. اینم از نمای کلی. من برای قشنگتر شدن کار این لبه های چوبای دیگر هم برش دادم و گرد کردم که کار یکم بالتر بشه. و اینم ایستاده میذاریم. و برای پایه یه قطعه چوب که از اون برش دادم میارم و وسطش قرار میدم. باید اینجا برش بزنیم و برای پایه اینم برش دادیم و این قطعه اصلی مونه برای پایه استند. باید چسب بزنیم به این. به اینم از نمای کلی یه دونه استند دسته و هدست با کمترین هزینه خودت بساز. پیج ما رو هم حتما دنبال داشته باشین. ویدیو رو هم لایک کنین، نظرتون داخل کامنت ها بگین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.